ببینید اسلام چقدر یک دین زیبا و با عدالت است. سخت‌ترین کار در دین مقدس اسلام به پیش روی انسانها، البته او هم انسانهای ضعیف و کمزور، نه انسانهای با تقوا و متخصص، جهاد هست. جهاد فی سبیل در علیه مشرکین کفار. و در حدیث صحیح بخاری آمده است در کتاب جهاد حدیث شماره 18 که یک صبح و شام جهاد فی سبیل با مشرکین و کفار و کسایی که عقیده کفری دارن و قوانین کفری را میپذیرند بیتر از عبادت شب لیلة القدر در مقابل سنگ جل اسود در کعبه شریفه. 1 ساعت یا یک صبح و شام جهاد فی سبیل در علیه کفار و کسایی که عقیده کفری دارن بیتر از عبادت 84 سال و 3 ماه که در مقابل کعبه شریفه و سنگ جل اسود قرار داشته باشی، که هر روز تا شام نماز روزه داشته باشی و هر شب تا صبح دعا بکنی. واقعا افضل ترین عبادت است. هیچ عبادتی به این اندازه فضائل نداره. و خالی کردن، شانه خالی کردن از این کار چیست؟ منکر جهاد کافر است، کافر است، کافر است. چرا که جهاد حکمش اینطور نیست که از امارت اسلامی طالبا یا از ابوبکر البغدادی ثابت میشه. جهاد حکمش از قرآن است و رسول الله صلی الله علیه وسلم در 27 غزوه در جهاد شرکت کرده و سوره توبه و سوره انفال و آیات خیلی زیادی در قرآن کریم در مورد فرضیت جهاد به علیه کفار هست. اگر کسی سبب انکار جهاد فرقهای اسلامی میدانه یا خود میخواد از جهاد شانه خالی کنه یا به جهاد مخالفت بکنه، این با 1000 سال عبادت خود کافر و مشرک میشه، نعوذ بالله. در غزوه احد یک منافق به مجاهدین تنها یک اعتراض کرد، گو از این مجاهدین شکم پرستر و بزدلتر و تنبلتر ما به جنگ ندیدم. الله جل شانه آیات به کفریاتش نازل کرد با یک تمسخر و شوخی. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید کسی که جذبه جهاد نداشته باشه و جذبه دشمنی با کفار نداشته باشه و جذبه شهادت نداشته باشه، ولو که عالم باشه، شیخ الحدیث باشه، اللهمه در باشه، 1000 سال دعوت و تبلیغ کنه، 1000 جلد کتاب تصنیف و تألیف کنه، یقینا ای به صفات منافقت و این منافق کامل از دنیا رفته. این منافق است. پس در جهاد خیلی نازوکی هم هست. یک صحابه خیلی جنگی بود، چندین نفر از کفار و مشرکین به دست او به جهنم رفت. صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن فلانی صحابه چقدر مجاهد و جنگی است. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که از اهل جهنم است، معاذ الله. وقتی که در یکی از غزوات جهاد رفتن، وقتی که زخمی شد به اثر شمشیر زدن کفار، زخمی شد، زخم خود تحمل کرده نتونست. مجاهدین پیش رفتن به صحنه جنگ، او شمشیر رو ایستاد کرد و خود زد به روی شمشیر خودکشی کرد که خودکشیش به اسلام فایده و به کفار ضرر نداد. به این نسبت ایمان نبرد از دنیا. این فتوای رسول الله صلی الله علیه و آله بود. معجزه رسول الله صلی الله علیه و آله یکی بود که صحابه از اهل جهنم است. یکی دیگر از صحابه های رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحنه جهاد بسیار قهرمان و مجاهد بسیار شجاع بود. وقتی که به دست کفار به شهادت میرسه، صحابه تبریکی میدن فلانی از تبریک باشه، فلانی شهید شد. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه والله اعلم بالصواب که شهید شده باشه. چرا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم لجام شتر یا اسب مجاهدین را، بیت المال را بدون از اجازه امیر جهاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون از اجازه استعمال کرده؟ به شهادت نمیده رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسایی که از چوکات جهاد میخواین به چوکی برسن، به کرسی برسن، به حزب برسن، به کالدار برسن، به دلار برسن، به نجات برسن، فلان چوکی جهاد پشتونا داشته باشه، فلانش ازبکا، فلانش ترکمنا،
در سنه جهاد و قتال و افضل ترین عبادت تبعیض زبان باشه، تبعیض نجات باشه، تبعیض چوکی پرستی و لسان پرستی و زبان پرستی باشه، تبعیض قدرت و سلطه‌گرایی باشه، تخفیف دادن به جنایت باشه. اگر یک قاتل آمد به صف ما قاتل بدون از اینکه حکم شرعی رو سرش تطبیق کنین، ایره کاکا مجاهد نام کنین. اگر یک کس زنا کرد با شواهد با اسناد موجود، به این برخورد نکنیم. اگر یک کس دزدی کرد، قتل کرد، جهاد افضل ترین عبادت است، اما انسان فاسق، فاجر، جنایتکار بعد از توبه و بعد از تطبیق حدود الله میتونه به صفوف مجاهدین بپیونده. اگر یک انسان جنایت میکنه، یک نفر میکشه، باز به سنگر جهاد بلند میشه، باید مجاهدین حکم حدود الله رو به سر تطبیق کنن. بعد از تطبیق حدود الله درست است مجاهد شده میتونه. از نام جهاد باید استفاده نشه. از نام جهاد نباید هدف تجارت باشه. از نام جهاد نباید انسان مطرح بشه، هدفش مشهور شدن و معروف بودن باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم خواصش در جهاد و در زندگی سیاسی بود که وقتی یک اسیر میگرفت یک سلی هم او رو نمیزد. همون قضایی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوردن و صحابه، همون قضا رو برای محصیر و برای مجرم میدادن تا زمانی که تحقیق علمیش کامل شدی. بعد هر چی که شریعت حکم کرده به همون ترتیب حکم الله جل شانه رو به سر او تطبیق میکردن. الله متعال جل شانه همه مسلمان های جهان را عامل به جهاد و قتال و قصاص بگردانه و جذبه جهاد و شهادت در درون ما اسکن کنه و در فکر ما و شهادت فی سبیل نصیب ما بگردانه و جهاد ما جهاد پاک بگردانه که تحت استعمار هیچ یک از کشورها و قانونهای کفری و غیر اسلامی نباشه. و کفر یک ملت واحد است، چی انگلیس باشه، چی روس باشه، چی شوروی باشه، چی آمریکا باشه، چی لندن باشه. و قانون کفری یک قانون کفری است، چی در هر کشور باشه. استعمار یک استعمار است به هر جا که باشه. و مسلمان هم مسلمان است تا زمانی که عمل انجام نده که خلاف قرآن و سنت نباشه. برادر ماست و نور چشم ماست، قابل احترام و عزت است. باید از خون و جان و مال و آبروی حفاظت بکنیم و به هر جایی که باشیم از ارزش های اسلامی دفاع بکنیم و در هر جا که ملت مسلمان باشه نیاز به حکومت اسلامی و نیاز به زندگی نامه سیاسی رسول الله صلی الله علیه و سلم داره.